بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. بیننده های عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با برنامه جدید قلب آسیا خدمت شما عزیزان و سروران هستیم، البته با موضوع جدید. موضوع این قسمت برنامه قلب آسیا هست کشف اسلحه ساخت ایران در ولایت غزنی افغانستان که طی هفته گذشته خبرهای در رسانه‌های افغانستان منتشر شد که یک مخزن و یا خزانه‌گاه اسلحه ساخت ایران در ولایت غزنی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان کشف شد. البته قماندان امنیه ولایت غزنی با رسانه‌های افغانستان تصریح کرد که این اسلحه کاملا جدید بوده، تا هنوز استعمال نشده بوده و ساخت ایران البته بود که در میانشان اسلحه سنگین و خفیف وجود داشت. گرچه سفارت ایران رد کرد و گفت که ایران با این اسلحه هیچ ارتباطی ندارد. خب معلوم دار است که وقتی که سلاح میفرستن در جای جنگ را دامن میزنن، هیچگاه نمیگوین که ما همچون فساد را برای انداختیم یا انجام دادیم. هیچگاه مفسد اعتراف و اقرار نمی کند که او دارد چنین فسادهای را انجام می دهد. اما اگر ما به سیاست‌های شوب ایران در منطقه بنگریم، ببینیم که ایران در عراق چه کرد، در سوریه چه کرد، در یمن چی دارد می کند و در افغانستان چی دارد انجام می دهد. در مجموع وقتی که ما سیاست‌های این رژیم را می بینیم، پی میبریم که در اکثریت ناامنی‌های افغانستان، در اکثریت حملات انتحار و انفجاری که صورت میگیرد، در آشوبگری هایی که در افغانستان رخ میدهد، در تعداد غالب این البته رژیم حاکم بر تهران دست دارد و سهیم هست و او است که این جنگ را پیش میبرد. اینکه رژیم آخوندی ایران از جنگ در افغانستان چه استفاده می کند، اهدافش چیست، ما حتما در خلال برنامه وقتی که با مهمانانمان صحبت می کنیم این پرسش ها را مطرح خواهیم کرد که منافع ایران در جنگ افغانستان در کجاست، چه منافع سر راه ایران هست و می خواهد که از جنگ افغانستان آن را به دست بیارد. گرچه ایرانی ها در صحبت‌های رسمیشان بارها گفتن که ما می‌خوایم در افغانستان امنیت و ثبات و استقرار و از این چیزها بیاید، اما وقتی که در عمل ما می‌بینیم متاسفانه چیزهای دیگری بوده است. از یک طرف در داخل نظام دولت افغانستان، دولت فعلی وحدت ملی، مهره‌های ایران وجود دارد. ما معاون دوم رئیس جمهور را داریم، ما معاون دوم رئیس اجراییه را داریم، ما چندین وزیر داریم، ما چندین وکیل در پارلمان داریم و افراد متعدد در گوشه و کنار افغانستان که شامل این نظام و این دولت وحدت ملی هستند و همه ملت افغانستان هم میدانند که آنها مهره‌های ایران هست و برای ایران کار میکنند و منافع ایران برایشان مقدمتر از منافع ملی افغانستان است. ما دیدیم که معاون دوم رئیس اجراییه وقتی که به تهران می رود در سخنرانی در یک مجلس رسمی حرفهایی می زند که کاملا به نفع ایران است و به ضرر ملت افغانستان هست. قسمی که او در ایران رفت از قاسم سلیمانی و از حسن نصرالله و از فاطمیون و زینبیون و کسانی که در سوریه و عراق مصروف مسلمان کشی هستند از آنها تقدیر و حمایت کرد و کل ملت افغانستان میدانند که آن حرف ها نه از دور نه از نزدیک به نفع این ملت نبود، به نفع مردم افغانستان، به نفع کشور نبود. بنابراین مقامات افغانستان، مجلس نمایندگان، مجلس سنا، حتی خود رئیس اجراییه مجبور شد بیایند بیانیه صادر بکنند که حرفای آقای محقق به هیچ عنوان نمایندگی از دولت افغانستان نمی کند. پس این یک دلیل واضح بر این است که مهره‌های ایران در داخل نظام افغانستان وجود دارد که این را هیچ کسی انکار کرده
نمیتواند. اما از سوی دیگر بارها البته این نیز بر رسانه‌ها دست کرده است که دولت ایران به گونه‌ای از مخالفان مسلح دولت حمایت کرده، گاه اسلحه ایرانی از نزد آنها به دست آمد و گاه پولهای ایرانی از دست آنان به دست آمد و ما بارها شنیدیم که شاهدان عینی میگویند که تعداد زیادی از این مخالفان مسلح دولت در تهران و مشهد و قم خانه ها دارند، در آنجا مراکز آموزشی دارند. این حرفایی است که بارها مطرح شده. حالا سوال اینجاست که چرا این دوگانگی نزد ایران هست؟ چرا ایران دوگانه با افغانستان برخورد می کند؟ از یک سو مهره های خود را در داخل این نظامی حاکم بر کابل جا به جا می کند و از سوی دیگر از مخالفان مسلح دولت نیز حمایت می کند. یعنی چی می خواهد؟ هیچ پاسخ نداریم جز این که بگوییم ایران فقط می خواهد به هر طوری که می شود، به هر شکلی که ممکن هست در افغانستان جنگ به درازا بکشد، جنگ در افغانستان ادامه پیدا بکند، این جنگ خاموش نشود. این میتواند یگانه هدف ایران باشد به درازا کشانیدن جنگ افغانستان. و سپس از این جنگ چی او به دست میارد؟ ایره میگذاریم که مهمانای ما در این مورد چی میگویند. احمد جان، بله، مهمان اول ما از کابل افغانستان مولوی محمد منیر وزیری، استاد دانشگاه از کابل افغانستان با ما روی خط هستند. در آغاز من خدمت جناب وزیری عرض سلام و ادب دارم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر. سلامت باشید جناب مولوی صاحب وزیری که برای ما و بیننده های عزیز شبکه جهانی فارسی 24 وقت دادین تا در برنامه قلب آسیا که ویژه برنامه افغانستان است روی یک موضوع بسیار مهم ما داریم صحبت میکنیم که عبارت از کشف اسلحه ایرانی در غزنی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان است که طی هفته گذشته این خبر بر رسانه‌ها درس کرد که از یک مخفیگاه اسلحه زیادی را نیروهای امنیتی افغانستان به دست آوردند که گفته می شود اکثریت این سلاح‌ها ساخت ایران بوده است. نظر شما در این مورد چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما، همچنان خدمت میمان ارجمند شما و خدمت شنوندگان عزیز که همین اکنون که صدای ما را شنونده هستند. ما میخوایم که نظر خود بگویم. تسلیحات نظامی ساخت ایران در یکی از مخفیگاه‌های طالبان در ولایت غزنی که کشف کردید، این واقعیت تایید شد. قبل از این ایالات متحده آمریکا اسلحه و مهمات ایران را هم گفته بود که از سوی نیروهای دولت افغانستان در بخش‌های هلمند و نزدیکی میدان هوایی کندهار به دست آمده بود. درست. مقامات محلی غزنی گفتند که البته در می هفته جاری روز شنبه بود که سلاح‌ها و مهماتی که از نزد طالبان به دست آوردن ساخت ایران بوده. اما غلام داود سرخیل قماندان امنیتی غزنی در عملیات پاکسازی که در حومه شهر غزنی بر یک مخفیگاه‌های طالبان که او عملیات روی دست گرفته بود و خودش به تمام رسانه‌ها صحبت کرد و این را تایید کرد. همچنان وحیدالله کلیمزی والی غزنی نیز این را تایید کرد، گفت تخمینا در حدود 9 میل جنگ افزار های سبک بوده و از نیروهای دولتی که او را آوردن و کشف کردن ساخت ایران بوده. و تخمینا در این رابطه شواهد بسیار وجود داره. اسلحه مختلف نوع چندین بار از ولایات مختلفی افغانستان به دست آمد، از هرات، از قندهار، از هلمند، در این اواخر شما دیدین از غزنی و این بدون شک یک بدیهی هست. این به همگان معلوم شد، گرچه که سفارت ایران را تکذیب کردن و اما بسیار شواهد و مدارک وجود داره این به اثبات رساند که این اسلحه ساخت ایران بوده. درست. یعنی شما فکر میکنید که ایران این اسلحه را به مخالفان مسلح دولت میدهد تا با دولت بجنگد یا با آمریکاییان؟ بدون شک شما را متوجه باشین که امروز جنگ همسایگان در افغانستان از جمله جنگ ایران با دولت افغانستان است و با بالای منافع هست
شما شاهدی از این بودین که چند روز یا چند ماه قبل آقای حسن روحانی به صراحت گفت که ایران تحمل ساختار بنده‌های آب را در افغانستان نداره. از این گپ آقای روحانی چی به دست میاد؟ یک مداخله صریح و آشکار در امورات داخلی یک کشوری مستقل، یک کشوری که حکومتش معلوم باشه، یک کشوری که واقعیت یک مداخله صریح در امورات داخلی یک کشور می باشه. پس جنگ ایران با دولت افغانستان است، جنگ ایران جنگ منافع است. درست. پس شما ایران را یک طرف جنگ در افغانستان می‌دانید، درست است؟ بدون شک. جناب مولانا، ما دیدیم بارها دولت مردای افغانستان، رسانه های افغانستان را وقتی که ما میبینیم عموما عامل جنگ در افغانستان پاکستان را میدانند و بدون شک پاکستان هم در افغانستان منافع داره و به خاطر او منافع حتما این جنگ ها را دامن میزند. اما نشانه به سوی ایران خیلی کم میرود، یعنی خیلی کم از مقامات دولت افغانستان آماده میشوند که بگویند که ایران هم در این جنگ سهیم هست و هر رسانه های افغانستان نیز بسیار کم دیده می شود که بگویند که ایران هم در این جنگ سهیم هست. شما چطور میگویید که ایران طرف جنگ در افغانستان است و با آنها چطور قناعت میدید که واقعا ایران در این جنگ سهیم است؟ دمی اواخر ما دیدیم که عملات زیادی از ایران بوده. ایران ما به مبنای بسانت و مدارک میگم کمیسیون امور بین المللی و روسیه جرگه افغانستان که بازداشت دو تبع ایرانی که به اتهام ترور ها در ولایت هرات که بودند ایران مداخله در امور داخلی کشور قلمداد کردند، صدای خود رسانه ملت بلند کردند و همچنان رسانه ها در امی اواخر که وقتی که کشف دیپویی که ساخت ایران بود از رویش صدای خود بلند کردند. و خود ما تخمینا در این هفته یک کنفرانسی داشتیم، علمای بی‌طرف افغانستان در اونجا جمع شده بودند، صدای خود بلند کردند. شاید شما از طریق میدیاها و رسانه ها استماع کرده باشین. ما به صراحت گفتیم که یک مداخله است علنا یکی از مهمترین اصول حقوق بین المللی عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشور است و بر اساس یعنی حاصل تمام کشورها در جهان معاصر با شمول کشورهای قدرت مکلف است که دخالت در امور یکدیگر اجتناب ورزد. رفتار و حرکاتشان را با قواعد و مقررات پذیرفته شده بین الملل برابر بسازد. تطبیق اصل و احترام بان استقلال، تامین روابط نیک و تامینات ثبات و میان کشورها برمغان می‌آورد. روی این اصل افغانستان هم یکی از کشورهایی است که مطابق دساتیر و قواعد بین الملل هیچگاه در امورات داخلی و خارجی کشورهای همسایه و منطقه مداخله نکرده، همواره در پی تامین روابط نیک اصلا نبوده. اما برعکس کشورهای منطقه به خصوص ایران از مغرض‌ترین کشوری است که در امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله‌های دوامدار و پی در پی نموده، بلکه از طرق مختلف با نظام حاکمیت افغانستان عملا در جنگ و مبارزه بوده. ایران ما میگیم که ایران یکی از کشورهایی بود که در همسایگی با افغانستان واقع شده، حدود 930 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. اما امروز اگر ما ببینیم از این روز بعد ترورایی که در افغانستان صورت گرفت، یک تعداد علما ترور شد و تخمینا محافل علمی که به مناسبت میلاد پیامبر بزرگوار اسلام اوجا انتحار و انفجار در اوجا صورت گرفت. در اواخر بسیار از علمای ایران در این قضیه دست ایران گفتن است. یعنی شما فکر میکنید که پشت ترور رئیس شورای علمای کابل مولوی عبدالبصیر حقانی و همچنان حمله بر هتل اورانوس که محفل میلادالنبی در آنجا برگزار میشد در اینجا دستان ایران بوده؟ بدون شک تعداد زیادی از علما حتی نیادهای امنیتی و کشفی هم صدای خود بلند کردند. محمد معصوم ستانگزی رئیس امنیت ملی افغانستان نیز اشاره به این رابطه داشت که بدون شک در وقتی که بعد دستگیری قماندان شمشیر یا مشهور به حلیپور صدای خود بلند کرد و مداخله فاطمیین و مداخله ایران است. دولت ایران ظاهرا شعارهایی که همچون احترام متقابل و که با حکومت سیاسی ما احترام داریم، حسن همکاری و تقویت روابط نیک و همساری در ظاهر هم است که روابط اقتصادی فرهنگی ما داریم، خاطرش خود همیتون میگه. اما تاریخچه‌ای که عمل کردی را ببینید در طول بیشتر از یک دهه
در افغانستان چیز دیگری را به اثبات میرساند. نقض قوانین بین المللی را کرد، به احترامی به قوانین داخلی افغانستان کرد و چندین بار ما اگر ببینیم بدون شک چندین بار این تنها یک آلی نیست که در غزنی کشف شده، در دیگر جاها هم این کشف شده هست. درست. که همچنان مداخله داشته و اسلحه ایرانی به دست مخالفین دیده شده و حتی در رسانه ها دست کرد. خب اینجا ما یک سخنرانی احمد نژاد بارها مطرح شد، نشر شد در رسانه ها که او با صراحت میگوید که ما در افغانستان با آمریکا همکاری کردیم. وقتی که به افغانستان آمدن آمریکایی ها، نیروهای اشغالگر، ایران با آنها همکاری کرده و حالا شما و بسیاری ها ادعا میکنند و میگویند که ایران از مخالفان مسلح دولت حمایت میکند. پس این در حقیقت یک دوگانگی است. ما اول صحبت های احمد نژاد را میشنویم، سپس پاسخ شما را خواهیم شنید. احمد جان، کلیپ شماره 6 را اگر نشر بکنی، صحبت های آقای روحانی را در مورد همکاریشان با آمریکا در اشغال افغانستان. اینها اینقدر پررو هستند، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها، اینها اینقدر پررو هستند، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها. تشکر میکنم احمد جان. جناب مولوی صاحب، شما شنیدین این صحبت های آقای احمد نژاد است که تصریح میکند در اشغال افغانستان با آمریکایی ها همکاری کردن و حالا در داخل نظام افغانستان ما فعلا معاون رئیس جمهور داریم، معاون رئیس اجراییه داریم، ما 10 وکیل داریم، وزیر داریم. از مهره های ایران در داخل نظام افغانستان هست. شما هم میدانید، من هم میدانم، کل ملت افغانستان هم بر این شاهد هستند. از یک سو در داخل این نظام، این دولت، مهره های ایرانی وجود دارد و از سوی دیگر از مخالفین همین دولت ایران حمایت و پشتیبانی میکند. اسلحه ایرانی از دست آنها به دست نیروهای امنیتی میافتد. یعنی چی؟ این دوگانگی به چه معناست به نظر شما؟ شما میبینید که گپای احمد نژاد ما شنیدم در زمان زمامداریش، در زمان حکومتش گپ گفته بود. همین سیاست ایران هم یک سیاست دوگانه هست. ولی خود از اونا کی میگویند که ما مخالفین نظام افغانستان حمایت میکنیم، بازم میگه که ما با دولت افغانستان میگه ما همکار هستیم. و ما اگر ببینیم این بسیار این سیاست عزیز زننده تر، کشیننده تر، مهم براندازتر و بنیان براندازتر است و به اکثر مردم به این متوجه نمیشه. این ماشاءالله مردم های زیرک، اهل خبره، اهل دانش با سیاست از اینا متوجه میشه. در حالی هم ادعای اینا دارن. از یک طرف که گپی که شما اشاره کردین، معاون دومی رئیس جمهور و معاون ریاست اجراییه هم از مورهایی است که با روابط ناگفتنی با دولت حسن روحانی داره و همچنان وکلای پارلمان و دیگر افراد شایسته که اینها دارند که شما دیدین نمو سخنانی که آقای محقق به ایران را چند ما قبل که را اظهار داشت، چقدر تاثیراتی که در افغانستان بدون شک داشت. بعد از او ناامنی در افغانستان زیاد شد، انتحار زیاد شد، انفجار زیاد شد، دوسیه ها زیاد شد و حتی در مراکز دیگری از اینا و زیاد شد. از ما اگر مورد بحث و بررسی بگیریم وقت زیادی را در نظر میگیرم. میایم سر همین مطلب که ایران یک سیاست دوگانه ای را دارد. ایران به شکل دوست خود در افغانستان تظاهر داده و آشکار کرده، اما در حقیقت ببینیم کارهایی را میکنه، اما کارهایش دشمنی هست و کارهایی است که به منافع افغانستان نیست، ضرر افغانستان است و در بارها ایران ما به چی دیدیم که با مخالفین نظام ایران همکاری مخفی داشته، هم از لحاظ اسلحه، هم از لحاظ و پولهای بسیار انگفتی را که در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی شما دیدیم که برای رئیس دفتر کرزی داده بود. یک مرتبه گپ چی شده بود، در رسانه ها درس کرد و بیرون برآمد و بعد از او هم چی شد به خاطر و چندین مداخلاتی که ایران داشته
همچنان در رابطه در شیوع فرهنگ خود چقدر در افغانستان این کار میکنه از طریق بسیار چیزی که او را مردم متوجه نشود و از هر لحاظ که ما ببینیم مداخله ازی در افغانستان بوده. درست. از جنگ افغانستان ایران چی سود میبرد به نظر شما؟ منافع ایران چرا در جنگ افغانستان نهفته است؟ وقتی که افغانستان آرامی باشد، در افغانستان امن باشد، در افغانستان امنیت باشد، بنده‌های ها بیدار شود و برق به ایجا جور شود و کی با دیگه ایران از آب افغانستان در سالهای سال شما دیدین و استفاده کرد. در اواخر آقای غنی چند بندی را که مار کرد هم آب ایران کم شد، به قلت مواجه شد و حسن روحانی تحمل از این نتونست به صراحت گفت دیگه من تحمل از این ندارم. وقتی که افغانستان یک کشور پیشرفته باشه و یک کشوری که باشه که امن و امنیت و تمام چیزا باشه، ایرانی را دیده نمیتونه و نیازی نیست که چیزی از ایران با وارد افغانستان شه. خود افغانستان با خود کفا میشه، با پای خود ایستاد میشه. از این لحاظ ایران تحمل نداره. درست. جناب مولانا، به عنوان آخرین سوال، دیدیم که شما در صحبت‌هایتان خیلی صریح و واضح علیه مداخلات ایران در امور افغانستان صحبت کردید. البته بسیار تعداد کمی از علما، سیاستمداران، مفکرین افغان همچون حرفایی را مطرح می‌کنند. یعنی در عموم اکثریت مطلق یا به منافع ایران صحبت می‌کنند و یا اینکه سکوت را اختیار کردن و چیزی نمی‌گویند. تعداد بسیار اندکی است که در قبال این مداخلات لب‌گشایی می‌کنند، حرف می‌زنند، مردم را بیدار می‌کنند. به نظر شما چرا این اکثریت خاموش هستند؟ سوالتون به جای است. شرایط افغانستان یک شرایط بسیار خطرناک است. مولای صاحب عبدالبصیر حقانی در رسانه ها موقف بسیار جدی، موقف بسیار واضح، موقف آشکار داشت بر علیه ایران. به گپای آقای محقق عملا در رسانه ها انتقاد کرد، انتقاد شدید بسیار از ایران داشت. شما شاهد ازی بودین که یک چند روز قبل او ترور شد و همچنان تعداد بسیار زیادی از علما، از شورای علما است تا هنوز کدام موقف گیری جدی بر علیه ایران نداشته و صدای خود بلند نکرده و همچنان محللین سیاسی، آگاهان سیاسی اینا هم صدای خود الا ماشاءالله کمی. ما قبلا هم گفتم همین شورای ما که به نام شورای حمایت از ارزش‌های اسلامی و جهادی در رأسشان مولوی صاحب عبدالقادر قانت است. چند روز قبل ما کنفرانسی در همین موضوع گرفتیم و صدای خود بلند کردیم، حتی از طریق منابع، از طریق رسانه ها، از طریق میدی ها. بسیار کمی از علما است، بسیار کمی از آگاهان سیاسی افغانستان است که صدای خود بلند میکنند و اکثرشان که موقف جدی که بر علیه پاکستان دارند و قسم بر علیه ایران ندارند. یقینا. یعنی تنها خوف از ترور باعث شده که اونا حرف نزنند. نفوذ ایران از نفوذ پاکستان کردن در افغانستان زیادتر است. پیشتر شما امیر اشاره کردین معاون دوم رئیس جمهور آقای دانش یک مورد سیاسی ایران است، همچنان آقای محمد محقق وکلای پارلمان و دیگر وزرایی که فعلا در کابینه است و طبعا کسایی است که اکثر از اینا تابعیت ایران دارند و به منافع ایران کار میکنن. از منافع افغانستان هم که زیادتر منافع ایران در نظر ایران اینا در نظر میگیرن. نفوذ زیادتری که اونا دارن بدون شک اینا سکوت هستن و اکثریت مطلق صدای خود بلند نمیکنن. تشکر. سلامت باشید جناب مولوی صاحب محمد منیر وزیری، استاد دانشگاه. تشکر از شما. تشکر از شما که برای ما وقت دادین. بیننده عزیز، صحبتی داشتیم با مولوی محمد منیر وزیری، استاد دانشگاه و همچنان سخنگوی شورای حمایت از ارزش‌های اسلامی و جهادی افغانستان در مورد مداخلات ایران در افغانستان. میریم به سراغ کلیپ را میبینیم که خبر همین کشف سلاح ایرانی در غزنی را رسانه‌های افغانستان نشر کرده بود. کلیپ شماره 2 رحمت جان، شماره 2 را اگر به نشر بسپارید میبینیم با هم. این منزل مسکونی متعلق به شخص به نام طوفان است. در قلعه کوچی‌ها واقع قلعه جوز شهر غزنی موقعیت دارد. چندین میل سلاح مختلف به شمول کلاشینکوف و تفنگچه را در زیر خاک پنهان کرده بودند که از سوی نیروهای پلیس کشف و به دست آمد.
فرمانده پلیس غزنی میگوید بیشتر این جنگ افزارها ساخت ایران است. به گفته او شخص طوفان از ساحه فرار کرده است و زیر تعقیب نیروهای امنیتی قرار دارد، اما در پیوند به این قضیه یک مظنون گرفتار شده است. با شما بهتر معلوم است که ببینید شما که اکثرشان کلاشینکوف که فایر برای صورت نگرفته، ولی از کشور تمام کشور ایران آمده و دوجه یعنی هنوز هیچ انداخت برای صورت نگرفته، کاملا نو و صفر. تشکر میکنم احمد جان. گزارش را دیدید که چطور یک مخفیگاه اسلحه ساخت ایران در غزنی کشف شد و قماندان امنیه غزنی هم میگفت که این اسلحه کاملا جدید هست که هیچ استعمال نشده و همچنان ساخت ایران است. این واقعا نگران کننده است. ما در برنامه گذشته قلب آسیا در مورد نمایشگاه هفتم هرات صحبت کردیم. ما دیدیم که در نمایشگاه کتاب هرات چطور ناشران ایرانی کتاب‌های توهین آمیز به مقدسات اهل سنت را وارد کرده بودند و در آن نمایشگاه به فروخت رسانیدند. شما دیدید که در آن کتاب‌ها چطور بسیار صریح واضح به حضرت معاویه رضی الله عنه و بقیه یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین صورت گرفته بود. از یک سو دارد جنگ فکری را پیش میبرد رژیم آخوندی ایران و برای نشر رافضیگری در افغانستان فعالیت میکنند و از سوی دیگر میبینید که ذخیره های اسلحه ساخت ایران در نقاط مختلف افغانستان بر دست نیروهای امنیتی این کشور میافتد. پس این نشان دهنده این است که ایران در افغانستان مداخلات خیلی وسیع، خیلی گسترده از راه‌های متفاوت و از وسایل و ابزار مختلف دارد استفاده می‌کند و امیدیم که مردم و ملت و دولت افغانستان بیدار شوند و متوجه شوند و بدانند که خطر و تهدیدی که از ایران به ما میرسد متوجه ما است، چند برابر از خطراتی است که از پاکستان به ما میرسد. کلیپ شماره 3 را هم البته این هم مربوط همان خبر کشف اسلحه ساخت ایران در غزنی می شود و همچنان واکنش نمایندگان مجلس افغانستان در مورد این اسلحه ایرانی در غزنی که خلال بخش خبری شبکه جهانی فارسی 24 طی روزهای گذشته نشر شده بود. احمد جان میشنویم کلیپ شماره 3 را. یک ذخیره‌گاه جنگ افزار ساخت ایران در غزنی کشف شد. این جنگ افزارها در منزل مسکونی که متعلق به شخصی به نام طوفان است کشف شده است. در این مخفیگاه چندین میل سلاح مختلف به شمول کلاشینکوف و تفنگچه در زیر خاک پنهان ساخته شده بودند که از سوی نیروهای پلیس کشف و به دست آمده است. غلام داوود ترخیل فرمانده پلیس این ولایت میگوید بیشتر این جنگ افزارها ساخت ایران هستند. نمایندگان غزنی در پارلمان افغانستان متهم به همکاری با ایران شدند. یک عضو مجلس نمایندگان مدعی است که نمایندگان غزنی با ایران ارتباط دارند و جنگ افزارهای ساخت این کشور را در داخل افغانستان جابجا می‌کنند. به گزارش منابع مطلع، لیلما حکیمی نماینده مردم ننگرهار در واکنش به کشف جنگ افزار ساخت ایران از یک مخفیگاه در ولایت غزنی، نمایندگان این ولایت در پارلمان را وابسته به رژیم ایران دانسته آنها را متهم به جابجایی اسلحه ساخت ایران در داخل افغانستان کرده است. خانم حکیمی این نمایندگان را دشمن مردم افغانستان خوانده گفته است که آنها همواره برای تباهی مردم کار کرده‌اند. وی با انتقاد از خاموشی نمایندگان ولایت غزنی در رابطه به کشف سلاح‌های ساخت ایران در غزنی گفت نمایندگان غزنی در برابر چنین موارد خاموش اند، اما زمانی که موضوعات سمتی و قومی به میان می آید صدایشان بلند می شود. تشکر میکنم احمد جان. کلیپی را شنیدید که در مورد کشف اسلحه ساخت ایران در غزنی و همچنان واکنش نمایندگان مجلس نمایندگان افغانستان. همکارم احمد جان میگویند که مهمان دیگه ما محمد محمدی، رئیس پالیسی و استراتژی اجتماعی جهانی جوانان افغانستان با ما روی خط هستند. برادر محمدی عزیز، اگر صدای مرا دارین خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. السلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر محمدی عزیز از اینکه برای ما و بیننده های عزیز برنامه قلب آسیایی شبکه جهانی فارسی 24 وقت دادین. موضوع این قسمت برنامه ما هست کشف اسلحه ساخت ایران در غزنی. ما قبل از شما با مولوی محمد منیر وزیری استاد دانشگاه صحبت داشتیم و از مداخلات ایران در افغانستان صحبت می‌کردن. سوال اینجاست که آیا واقعا شما هم میپذیرید که ایران در جنگ افغانستان طرف باشد، به معنای دیگر از یک طرف و یا چند طرفی درگیر در افغانستان حمایت بکند؟ بله، همونطور که در جریان هستن بینندگان محترم، ایران در داخل افغانستان سال هاست که اهداف خودش رو پیش میبره، یعنی اهدافی که در آن میتوان گفت اهداف عمده و دراز مدت او ترویج ایدئولوژی ارتجاعی ولایت فقیه که در کشورهای منطقه و به خصوص تازگی‌ها در افغانستان هم میبینیم که این ترویج در حال گسترش دارن. و همچنین در بخش اقتصادی در داخل افغانستان به خاطر اینکه اگر افغانستان کشوری با ثبات و کشوری با امن داشته باشه، خب در مورد دستبندهای آبی در افغانستان اونها نگرانی دارن. و همچنین جنگ نیابتی که شروع کردن در مقابله با ایالات متحده آمریکا و نیروهای ناتو، که همه اینها رو میبینیم که مشکلاتی است که به وضوح مشخص است که ایران از نه تنها یک گروه میتوان گفت که از چندین گروه استفاده میکنه، هم به خاطر یک احرام فشار در مقابل ایالات متحده آمریکا و غرب و هم در مورد بخش‌های اقتصادی و بخش‌های منطقی که همون ترویج ولایت فقیه. درست. شما گفتید که به خاطر مقابله با ایالات متحده آمریکا یکی از اهداف ایران دامن زدن جنگ در افغانستان است. ما چند لحظه قبل کلیپ را نشر کردیم، صحبت‌های آقای احمدی نژاد رئیس پیشین جمهوری اسلامی ایران را، که با صراحت آقای نژاد گفته بود که ما در اشغال افغانستان با آمریکا همکاری کردیم. این جدایی از کجا آمد میان ایالات متحده آمریکا و ایران، در حالی که وقتی که آمریکا به افغانستان وارد می شود و یا به عراق وقتی که وارد شد، دولت ایران، دولت حاکم بر تهران، یکی از حامیان منطقوی ایشان بود؟ خب این خب طبیعی است. شما ببینید این برمیگرده به همون یکی از اهدافی که پیشتر اشاره کردم، اهداف مذهبی دراز مدت ایران. به اون موضوع برمیگرده. طبعا ایران نمیخواد یک کشوری که در آن یک حکومتی تحت عنوان طالبان حضور داشته باشند که مخالف ارتجاع مذهب شیعه در داخل کشور بودن، نمیخواد همچی همسایه در کنار او حضور داشته باشه و همیشه او از ناحیه حکومت طالبان احساس خطر میکرد که شاید این موضوع بخش مذهبی از افغانستان به ایران کشیده بشه و او در داخل با مشکل مواجه بشه. طبعا در این مورد با آمریکا بله همکاری کرد، این به وضوح مشخص بود، دیدارهایی رو داشتن در همون زمان و در سال 2001 و این موضوع برای همه آشکار است. خب این تنها سقوط حکومتی بود که مخالف بخش مذهبی او بود و او نمیخواست همچه حکومتی در کنار مرزهای او که بیش از 940 کیلومتر مرز مشترک داره حضور داشته باشه. ولی بعد از اینکه حکومت طالبان سقوط کرد و حکومت جدید در افغانستان ایجاد شد، خب باز هم احساس خطر کرد. تقریبا میشه گفت که به نوعی
حالا فکر میکنید که دولت ایران از دولت کنونی افغانستان احساس خطری دارد، در حالی که شما گفتین طالبان را به خاطر از بین بردن که تا همون ایدئولوژی ولایت فقیه را در افغانستان گسترش بدهند و ما دیدیم که طی 17-18 سال گذشته بعد از آمدن آمریکا در افغانستان و شما هم میدانید کل ملت افغانستان هم بر این شاهدند که این ایدئولوژی در افغانستان با قوت گسترش یافته است و بسیار پست‌های مهم و حساس این نظام فعلا در دست مهره‌های ایرانی است. خب بله، به نوعی میتوان گفت متاسفانه حرف شما صحت داره، ولی این رو بدونید حکومت ایران، مخاطب من مردم ایران نیست، حکومت ایران به نوعی احساس خطر میکنه. از کی؟ هم در بخش از کی احساس خطر میکنه؟ در بخش از کی احساس خطر؟ احساس خطر او در وقتی که مشکلی در زمینه ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه نداشته باشه، باز احساس خطر از او از بابت بخش اقتصادی است یا بخش منابع طبیعی افغانستان است. درست. که اگر افغانستان کشوری باثبات و صاحب امنیت بشه، خب طبعا او در زمینه آب افغانستان خصوصا روز هلمند با مشکل مواجه میشه، هرچند که خودتان میدانید که چند قبل آقای روحانی در یک نشستی با 33 کشور به صراحت گفت که ما نمیتونیم در مقابل احداث این بدها خاموش بشینیم و حتما واکنش نشون میدیم. خب طبعا این مشکلات برای اونها پیش میره و از طرف دیگه حضور نیروهای ناتو در افغانستان و به خصوص آمریکا موضوعی رو برای ایران ایجاد کرد که ایران برای اینکه آمریکا رو تحت فشار قرار بده برای موضوعاتی که در بخش اتمی داره و غیره، او با دخالت در داخل افغانستان و تمویل مخالفین حکومت هم در بخش اقتصادی میتونه به اهداف خود برسه و هم در بخش تحت فشار گذاشتن ایالات متحده آمریکا برای لغو تحریم‌ها یا خواست‌های دیگر. درست. پس ایران در هر حالت خواهان ادامه این جنگ است. درست است؟ خب به نفعش است، هم به نفع در بخش اقتصادی به نفعش است، هم در بخش مذهبی و در بخشی که بتانه حکومت ولایت فقیه تا جایی ترویج بده در سطح منطقه که بقای خودشان تضمین بشه. یعنی تا وقتی که ولایت فقیه در کابل حاکم نمی شود ما شاهد این جنگ خواهیم بود. نه تنها کابل بلکه در کشورهای دیگه مثل عراق و سوریه و لبنان و یمن و در خیلی کشورهای دیگه مثل آن احساس کرد. آیا فکر نمی کنید که در داخل افغانستان با این دیدگاه شما تعداد بسیار کمی از مردم موافق باشند؟ ببینید، برای قشر تحصیل کرده افغانستان، قشری که با موضوعات و دغدغه‌های امروز دست و پنجه نرم میکنن و سیاست امروز سیاستی آشکار شده، کسی نمیتونه که یک سیاست پنهانی ره به او قسمتی که 40 سال قبل به اون نوی که 40 سال قبل اجرایی میکرد فعلا اجرا بکنه و همه چیز آشکار است. طبعا جوانان امروز و کسایی که در بخش سیاست، در بخش اجتماع، در بخش فرهنگی فعالیت دارن از همه چیز واقف و آگاه هستن و این خطر رو احساس میکنن. حتی ما بارها شاهد این بودیم که نمایندگان پارلمان ما به خصوص رئیس پارلمان یا وزرای دفاع سخنگویشان وزارت داخله و خصوصا امنیت ملی بارها از دخالت آشکار ایران در داخل افغانستان اعراض نگرانی کردن و بارها ما شاهد حضور جوانان در مقابل سفارت ایران در کابل بودیم در چند سال قبل و همچنین دخالت هایی که امروز میبینیم که وضعیت غزنی، جنگ افزارهایی که بیرون میشه و همچنین در قبل در ولایت فراه ما دیدیم که چقدر از جنگیان که طالب یا مخالف حکومت
به نحوی با سلاح‌های ایران و مهماتی که اونها به اونها داده بودن آمدن و در مقابل نیروهای امنیتی ایستادگی کردن. و همچنین در ولایت هلمند ما بارها دیدیم که والیای این ولایت ها بارها از مداخله ایران در گسترش ناامنی در ولایت های غربی کشور شکایت داشتن. همه اینها اذهانی رو داره که فکر نکنم قشر زیادی از جامعه افغانستان با حرفای ما مخالف باشه. درست. این قشر زیادی که شما میگوین که با حرفایشون موافقند و میدانند که ایران در افغانستان مداخلات مستقیم دارد، به نظر شما و همین ملت افغانستان این را هم میدانند که فعلا مهره های زیادی از ایران در داخل این دولت فعلی، دولت وحدت ملی وجود دارد. ما حتی تا سطح معاونت رئیس جمهور، معاون رئیس اجراییه، وکلای پارلمان، وزیرها و غیره ما داریم که برای منافع ایران بیشتر فکر میکنن. حرفهای آقای محقق که چند ماه قبل در تهران مطرح کرد، همین ملت افغانستان فهمیدن که آن حرفها به هیچ عنوان نه از دور نه از نزدیک به نفع ملت افغانستان نبود. اما باز هم آقای محقق به خاطر خوشنودسازی باداران ایرانیش همچون حرفهای را مطرح کرد. پس هدف این است که در داخل این نظام مهره های ایرانی وجود دارد، این را هم همه میدانیم. و از سوی دیگر شما میگویید که وزرای دفاع، وزارت‌های داخله، امنیت ملی، والیان ولایت‌های مرزی افغانستان با ایران بارها این حرف را مطرح کردند که ایران در ناامنی آن مناطق و آن ولایات دست دارد. پس به نظر شما چرا ایران اینجا دوگانه برخورد می‌کند؟ از یک سو مهره‌های زیادی را در داخل همین نظام دارد و از سوی دیگر از مخالفین این نظام نیز پشتیبانی و حمایت می‌کند. بله. بله. صدای شما رو نداریم برادر محمدی عزیز. بله. احمد جان صدای مهمان را من ندارم. بله، تماس ما متاسفانه با برادر محمدی عزیز قطع شد. برای همکاری عزیزم میگوید که دوباره تماس ما وصل شده. برادر محمدی عزیز صدای مرا دارین؟ بله دارم. سوال من این بود که در داخل این نظام ما مهره‌های زیادی داریم که برای منافع ایران کار میکند و ایران همه ملت افغانستان هم میدانند. و از سوی دیگر شما گفتید که مقامات ولایت مرزی افغانستان با ایران و همچنان ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع، وزارت داخله بارها از مداخلات ایران و حمایت ایران از مخالفان این دولت حرف زدند. یعنی ایران از یک سو در داخل این نظام دولت وحدت ملی مهره‌های زیادی دارد که برای منافع ایران کار میکنن و از سوی دیگر از مخالفین همین نظام نیز حمایت و پشتیبانی میکند. این دوگانگی به چه معناست؟ خب ببینید، دوگانگی که امروز در داخل افغانستان وجود داره، ما میتونیم که به این موضوع اشاره کنیم. حکومت ایران در داخل افغانستان از یک طرف دست دوستی در قبال با حکومت افغانستان دراز میکنه، اما از طرف دیگه مخالفین این حکومت کمک میکنه. این کمک به صورت مثلا ارسال سلاح و مهمات به نیروهای مخالف درگیر در داخل افغانستان. هدف اصلی رژیم از این کار به نظر من این است که افغانستان در نخست برای حضور نیروهای ناتو و نیروهای ایالات متحده ناامن بشه. و از طرف دیگه افغانستان برای رسیدن به یک صلح پایدار و اینکه افغانستان به یک ثبات دائمی دست بیابه، این پروسه دراز مدت به تاخیر بیفته. خب طبعا هستن، شاید کسایی هستن، حتی گروه هایی و یا یک
کاتگوری خاصی که هم در حکومت افغانستان حضور فعالانه دارن و هم با حکومت ایران همکاری میکنن و خب طبعا اونها برای بقای خود مجبور هستن که تن به خواسته های کشور مثل ایران بدن و ای که بتانن جایگاه خود در داخل افغانستان با حمایت های مالی و مادی و معنوی ایران پایدار نگه دارن. همچه اشخاصی هستن در داخل افغانستان متاسفانه. ولی ایران چی میخواهد؟ خب مشخص است که ایران از یک افغانستان با ثبات کرده، یک افغانستان که ثبات نداشته باشه طبعا بفوز هم از بخش اقتصادی، هم در بخش سیاسی و هم در بخش مذهبی. این حرفایی را که مقامات ایرانی بارها مطرح میکنند که ما یک افغانستان آباد، آرام، مستقل میخواهیم در کنار خود، این حرفا یعنی دروغ است؟ خب ببینید، مطمئنا در بخشی رنجم جامعه بین الملل باید این صحبت‌ها ارائه بشه. ولی در واقعیت اینجوری نیست. در واقعیت اگر که کدام کمکی هم به افغانستان شده از طرف حکومت ایران، نمیتونه میره رد بکنه که کمکی به افغانستان نکردن و اگر کمکی شده متاسفانه ما 100 برابر او خلاف او ادعای نیکی که در قبال مردم افغانستان و کشور افغانستان داشتن متاسفانه شاید. درست. دید دولت افغانستان در مورد این مداخلات چیست؟ آیا دولت افغانستان میداند که ایران همچون مداخله هایی میکند؟ پاسخش چیست؟ واکنش دولت تاکنون چی بوده؟ ببینید، حکومت افغانستان با مشکلات بسیار زیادی از نگاه شخصی من البته با مشکلات بسیار زیادی روبروست. نه تنها ایران بلکه ما با بیشتر و بیشتر با پاکستان مشکل داریم و همچنین درگیریایی که در داخل خود افغانستان هست، مشکلی که بین خود بزرگان سیاسیون کشور افغانستان، مشکلاتی که وجود داره در داخل وحدت ملی و موضوعات دیگر. افغانستان مشکلات بسیار زیادی داره. خب در حال حاضر حکومت افغانستان یک معضل جدی در رابطه با دخالت‌های رژیم ایران روبروست. اما در اینکه رژیم ایران به نیروهای مخالف حکومت کمک می‌کند و آنها را در زمینه اصلاح و تجهیزات نظامی تامین می‌کند جای شکی وجود نداره. اما حکومت در شرایط سختی قرار داره، حکومت افغانستان، چون از یک طرف نمیخواهد که در این شرایط بحرانی روابطش با حکومت ایران خراب شود و از طرف دیگه هم نمیتواند که از دخالت‌های آن چشم‌پوشی کند و این نگرانی وجود دارد که حکومت ایران افغانستان را بخواهد به یک کشور دیگری برای تصفیه حساب با ایالات متحده تبدیل کند. اما هرچند مقام‌های دولت افغانستان با احتیاط از دخالت رژیم ایران صحبت میکنن، اما مقام‌های آمریکایی صریحاً هستند. مثلا وزیر دفاع آمریکا به صراحت میگوید اطلاع و تجهیزات نظامی از طرف حکومت ایران به افغانستان سرازیر میشود، مگر میشود بدون اطلاع و دخالت حکومت ایران همچین کاری صورت بگیرد. خب شاید در مقامات عالی رتبه در سطح ریاست جمهوری و معاونینشان یا سخنگوی مقام ریاست جمهوری کمتر ما شاهد اظهارات و بیانیه‌های در مقابل ایران بوده باشیم، ولی در سطح وزارتخانه ها، در سطح وکلا و در سطح نهادهای اجتماعی دیگر ما همواره شاهد این بودیم که حتی واکنش‌های بسیار تندی هم در مقابل ایران صورت گرفته.
درست. ما طی هفته‌های گذشته نیز موضوعات از این قبیل داشتیم که ایران در افغانستان میخواهد لشکر فاطمیون را جابجا بکند. لشکر فاطمیونی که متشکل از جوانان شیعه افغانی است، از ایران به سوریه فرستاده شده بودند و حالا که قضیه سوریه دارد تمام می شود، ایران میخواهد که به عنوان موازی دولت افغانستان یک لشکر شبیه حزب الله لبنان، شبیه عراق، شبیه حوثی های یمن در افغانستان ایجاد بکند. شما تا چه حد با این نظر موافق هستید؟ ببینید، موضوع دیگری است در این قسمت. این خودش یک موضوع بسیار گسترده است. اگه بخوایم این ربط دارد با این ربط دارد با ذخیره‌های با اسلحه‌های ساخت ایران که در افغانستان کشف می شود و ما دیدیم که در هفته‌های گذشته چطور علی پور بازداشت شد و چطور رها شد. یعنی این ارتباط دارد با اسلحه ایرانی که در افغانستان وارد می شود. به کجا می رود این اسلحه؟ به کیا داده می شود؟ بحثی که شما مورد لشکر فاطمیون که وابسته به سپاه پاسداران ایران است، بحثی که آغاز کردین اینطور است. ببینید، چون بعضی ها برادر محمدی عزیز، چون بعضی ها به این باورند که در این اواخر حرف های صلح یا مذاکره میان طالبان و دولت افغانستان مطرح شد. حالا دارد اگر طالبان برای صلح یا مذاکره با دولت افغانستان آماده شوند، در کنار دولت افغانستان شامل این پروسه شوند، خب ایران یک نایب، یک بدیلی میخواهد که داشته باشد تا این جنگ را به پیش ببرد و یقینا او بدیل جز فاطمیون فعلا کسی نیست. بله این صحبت شما کاملا صحیح است. ببینید، وقتی که برای مقابله با داعش، تحت عنوان مقابله با داعش در کشور سوریه و عراق ایران داخل شد و اونجا برنامه‌های خود با همون لشکر فاطمیون اجرایی کرد و در داخل افغانستان هم اگر بخواهد که برای اینکه افغانستان به صلحی برسه و طالبان با افغانستان صلحی بکنن، نیاز به بدیل قطعا داره. با این حرف شما کاملا موافقم. و کارهای زیربنایی هم شروع کرده تا چند سال اخیر. شاهدان بودیم که از برخی از مردم افغانستان که اقتصاد بسیار ضعیف داشتند یا که ایدئولوژی فکریشان فرق میکرده استفاده کردن و اونها را جلب و جذب کردن. و این احتمالاً حال گسترش هم هست. و حکومت افغانستان خوب است که در این زمینه بسیار هوشیار عمل کند و سریع باشد تا اینکه سرنوشت کشورهای عربی که حکومت ایران قبلا در اونجا تجربه داشته و به موفقیت رسیده، افغانستان بتونه در همین اوایل جلوگیری را ایجاد بکنه. این بهتر از است که بخوایم ما بعدها که این موضوع رشد کرد و مقابله با او بسیار سخت می شود و بهای سنگینی هم شاید برای ما داشته باشد انجام بشه و حال بهتر است که این کار صورت بگیره. برداشت شما چیست که دولت میخواهد که این شورش را در نطفه خنثی کند یا خیر؟ برداشت شما چیست؟ برداشت شخصیتان؟ بله حکومت افغانستان در این زمینه بسیار جدی هست. در این زمینه ای که بخواه نهادی تحت عنوان لشکر فاطمیون ایجاد بشه، حالا چی به صورت رسمی که فکر نمی کنم ولی به صورت غیر رسمی و در خفا خب کارهای صورت گرفته و ما شاهدی بودیم که حکومت افغانستان اقدام کرد و در زمینه این موضوع رو به تأخیر انداخته، ولی طبعا این موضوع بیشکن نشده از افغانستان. این موضوع هنوز هم وجود داره و امیدوار هستیم که در آینده حکومت افغانستان بسیار جدی عمل بکنه و نه تنها که با یک ضمانت یک شخص آزاد بشه، بلکه
به مراکز عدلی و قضایی معرفی بشه. انشاءالله. به عنوان آخرین پرسش آقای محمدی، در میان عمومی مردم افغانستان وقتی که قضیه جنگ افغانستان مطرح می شود حساسیت زیادی شاید هم بجا باشد و شاید هم مبالغه در آن وجود داشته باشد در قبال پاکستان دارند و پاکستان را عامل جنگ در افغانستان می دانند. در مقابل بسیار تعداد کمی فکر می کنند که یک طرف بزرگ این جنگ را رژیم آخوندی ایران به پیش می برد و آن حساسیت که در قبال پاکستان ما می بینیم بهتر است، خوب است، در قبال ایران یا نیست یا خیلی هم کمرنگ است. به نظر شما چرا اینطور هست؟ خب ایران میتوان گفت که شاید یک از زیرکی‌های حکومت ایران بوده باشه که در این زمینه بسیار زیرکانه عمل کرده و هیچ زمان کدام اسنادی و کدام چیزی را ارائه نکرده، به جای نگذاشته که بخواه رد پای از بمونه. ولی در قبال پاکستان میشه گفت که این موضوع فرق میکنه. حکومت پاکستان بارها و بارها در زمینه حمایت از مخالفین حکومت افغانستان به صورت جدی حضور داشته و همچنین اسناد و شواهدی هم وجود داره که حکومت پاکستان به زمینه دخالت‌هایی رو داشته و بارها می‌بینیم که حتی ایالات متحده آمریکا اشاره میکنه به پاکستان که در زمینه صلح با افغانستان و همکاری بکن. خب این موضوعاتی است که پیچیدگی دخالت‌های حکومت پاکستان در افغانستان بسیار به وضوح مشخص میکنه. ولی در قبال ایران موضوع فرق میکنه. ایران بسیار زیرکانه و بسیار محتاطانه یک حرکات را انجام داده و به همین دلیل سرزبان‌ها کمتر است. ولی در این اواخر با این اقداماتی که انجام داده ما شاهدی هستیم که صحبت‌ها بیشتر و بیشتر در زمینه اجرایی. در این بخش فکر نمی‌کنید که رسانه‌های افغانستان هم تقصیرات داشتن؟ بله. در این زمینه فکر نمی کنید که رسانه‌های افغانستان به گونه‌ای که پاکستان را به عنوان عامل جنگ در افغانستان مطرح کردند و معرفی کردند در قبال ایران عمدن یا غیر عمدن سکوت اختیار کردند یا به گونه‌ای که باید آگاهی می‌دادند به مردم آن کار را نکردند؟ فکر نمی کنید وابستگی‌های تعداد زیادی از رسانه‌های افغانستان با رژیم ایران یا اینطور چیزهایی در میان باشد؟ خب ببینید اینطور است، شاید این حرف شما هم صحیح است، امکانش هست که صحیح باشه، ولی دخالت‌های حکومت پاکستان در افغانستان که دیگر قابل تحمل برای هیچ قشری از شهروندان افغانستان نیست. یعنی اون آشکار است. در صورتی که حکومت ایران هم همین کارا رو انجام میده، ولی بیشتر هم کردم که شاید دخالت‌های او بسیار آشکار نیست مثل پاکستان. درست. اگری که ما بتانیم با پاکستان به توافقی برسیم و پاکستان تصمیم بگیره که همسایه خوب برای افغانستان باشه و اون زمان مطمئناً که مشخص خواهد شد که ما غافل از چه همسایه دیگری بودیم که شاید اقدامات او در مقابل پاکستان، اقدامات خصمانه یا اقدامات یک جانبه او در مقابل پاکستان بسیار بیشتر بوده. واقعا تشکر میکنم برادر محمدی عزیز. تشکر از شما که برای ما وقت دادید. انشاءالله که در فرصت‌های بعدی هم بتونیم شما را با خود داشته باشیم. خواهش میکنم. تشکر از شما. تشکر از برنامه خوبتان. موفق باشید. سلامت باشید و خدا حافظتان. بیننده‌های عزیز، گفتگوی داشتیم با محمدی، رئیس پالیسی و استراتژی اجتماعی جهانی جوانان افغانستان در مورد مداخلات ایران در افغانستان. میریم با سراغ میان برنامه کوتاه وقفه را میگیریم و برمیگردیم، البته با تماس های شما بیننده های عزیز. با هم باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. و هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را به بهترین شیوه پاسخ بده که اگر چنین کنی کسی که میان تو و او دشمنی است چنان می شود که گویا دوستی صمیمی و نزدیک است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با برنامه قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. البته موضوع این قسمت برنامه قلب آسیا بود کشف اسلحه ساخت ایران در غزنی، در ولایت غزنی افغانستان. تا یه هفته گذشته یک مخفیگاه یا ذخیره‌گاه اسلحه ایرانی یا ساخت ایرانی آنجا کشف شد از سوی نیروهای کشفی و امنیتی افغانستان و قماندان امنیتی ولایت غزنی نیز با رسانه‌ها تصریح داشت که این اسلحه خفیف و سنگینی که به دست آنان افتیده است کاملا نو جدید هست و همچنان ساخت ایران است. ما با مهمانان عزیزمان استاد محمد محمدی و همچنان قبل از ایشان با مولوی محمد منیر وزیری در مورد مداخلات ایران در افغانستان صحبت‌هایی داشتیم که شما شنیدید صحبت‌های ایشان را که هر دویشان در این مورد اتفاق نظر داشتند که ایران در افغانستان از راه‌های متعددی دارد مداخله می کند. مهره های زیادی را در داخل نظام، در داخل دولت جابجا کرده است و همچنان از مخالفین این دولت نیز به خاطر رسیدن به اهداف شومش در منطقه و به خاطر تصفیه حسابش با آمریکا و غیره جنگ هایی را در افغانستان دارد پیش میبرد و این ذخیره‌گاه های سلاح که به دست می آید نماینگر یا دلیل واضح بر این است که ایران در جنگ افغانستان یک طرف مهم هست، یک طرف اساسی هست و یک طرف جنگ را ایران دارد به پیش میبرد. در داخل افغانستان نظر عامه مردم وقتی که در مورد جنگ از ایشان بشنویم یا رسانه ها چیزهایی را که مطرح میکنن بیشترین انگشت ها به سوی پاکستان به نشانه میرود و پاکستان را عامل ناامنی و جنگ در افغانستان میدانند. در این هیچ شکی نیست. ما از چندین سال، از چندین دهه شاهد این هستیم که پاکستان در ناامنی افغانستان سهم بارزی دارد و نقش فعالی داشته است در جنگ افغانستان. اما در قبال ایران بسیاری ها نمیدانند متاسفانه و مهمان عزیز ما گفتند که ایران در این زمینه خیلی زیرکانه حرکت کرده و مخفیانه حرکت کرده. از یک سو با حرفهای چرب و پیامهای دوستی و این و آن دولت افغانستان را از خود راضی نگاه داشته و از سوی دیگر مخالفین دولت را نیز تمویل و حمایت کرده است تا این جنگ در افغانستان به درازا کشانیده شود. البته همکاران عزیزم احمد جان شماره برنامه را زیرنویس کردن. بیننده های عزیزی که میخواهند در مورد موضوع برنامه گفتنی داشته باشند، صحبت داشته باشند، میتونند که تماس بگیرن و حرفهایشان را، دلگفته‌هایشان را در مورد موضوع برنامه با ما شریک سازند. احمد جان قبل از اینکه تماس ها وصل شود اگر لطف کنی بریم به سراغ یک کلیپ را که با هم میبینیم. کلیپی است از یکی از بازداشت شده های
امنیت ملی افغانستان این مرد را سالها قبل امنیت ملی افغانستان بازداشت کرده بود که چطور از سوی رژیم ایران، از سوی اطلاعات ایران به افغانستان فرستاده شده تا جاهای یا راههای متعدد را بمبگذاری بکند و حملات انفجاری و غیره را راه اندازی بکند. کلیپ را با هم میشنویم. کلیپ شماره 4 را اگر احمد جان به نشر بسپاری. کلیپ شماره 4 را. سید کمال ولد سید ناظر سال 75 وقتی که کابل سقوط کرد ما مهاجر شدیم به طرف ایران و در ایران که رفتیم در اونجا طرح و برنامه‌ای داده بودن ایرانی ها که ما از جمع مهاجرینی که در ایران هستند یا جمع مجاهدینی که در اینجا هستند کسی داوطلب میشن ما در نظر داریم که یک سپاه منظم جور کنیم تحت پوشش سپاه محمد. آمدیم در مشهد و سایر مهاجرین و مجاهدینی که ثبت نام می‌کردن ما هم ثبت نام کردیم و اینا یک نیروی منظم نظامی آموزش دادن و اولین غند از او در سال 79 وارد تخار طالقان خواجه بهاءالدین ساختن و در سال اواخر 79 که سقوط طالبان با وجود آمد و اینا وارد کابل شدن. ما هم با اینا وارد کابل شدیم. در کابل مدت زمانی که بودن شروع کردن به مسائل تقسیم و دیدی ها رو یا تعدیل رتبه یعنی نظامی و قطعات مختلف تقسیم بندی شدن و ما شروع یک روز ما در موانع منبعی در حرکت بودیم که 3 نفر از کارمندای سپاه ایران که قبلا در وقت اینا رو در جبهات تخار و طالقان و سپاه محمد دیده بودیم که اونجا رفت و آمد داشتن و ما را دید در اونجا با هم که سر خوردیم سلام علیکی کردن و با هم چیز کردیم. گفتن که شما کجا هستین چه کار می‌کنین؟ ما یک آدرس و شماره تلفن هم در داخل منبعی برای ما داد. مدت یک ماه بعد از این مسائل ما رفتیم ایران. وقتی که جنس کالای دیگه ما می‌خریدیم میارد با اینا هم تماس گرفتیم. این 3 نفر عبارتن از آج محسن بود یکیش نامش بود و دیگه یک آقای حجت میگفتن و یکی هم آقای حسینی بود. گفتن ما در افغانستان قراره که یک شرکت یا کمپانی ما که به نام جهاد سازندگی خاتم المرسلین است به نام مربوط به سپاه پاسداران است. ما بعد از مدت زمانی باز ما برای زیان کم 5 نفر 4 نفر یک نفرش هم میگفتیم بازو رفته هم بچه‌ها خودش یکی دیگه هم دیگه رفته پیدا می‌کردن و در اینجا چیز شدن. برای اینا پرسان کردیم بچه‌ها شما رو چی کار می‌کردن؟ میگن برای ما چیز داد درس نظامی داد کلاشینکوف و پیکا و راکتی که بالا سر ما انداخت کردن. برای اینا گفته بودن و در ضمن که شما 3 دوره چیز می‌کنین آموزش می‌دین. بعد از 3 دوره یک دوره اول گفت یعنی هیچ می‌گیریم ما چیز می‌کنیم برآورد می‌کنیم می‌بینیم که توانمندی چطور از کار چطور اگر تونست خوب نشد که یک دوره اول ولو که یک دوره اول ما خیلی نفرا آموزش دیده و رفته دیگه بعد ما نه دوره دوم دوره سوم به شکل بعد با وارد افغانستان شدیم و در این اواخر حدوداً 2 ماه قبل یک روز برای ما زنگ آمدن که ما در خدمت کارتیسی بودیم. زنگ آمدن دیدیم که این حاج محسن که مربوط به نیروهای خودش که ما جهاد باسنده سپاه سازندگی ایران هستیم ما در همین است. گفت که شما رو ما کار داریم اگر زحمت میشه نیم ساعت بعد بیاین جای ما دور است. ما بودیم که اینا در قسمت شاهنامه قرار مونده بودن در قسمت شاهنامه پیش روی رسیدن که همین که سوال از یک نفر دیگه هم هست که بیگ به دستش هست اون نفر دیگه شما همش نخونید. گفتن که ما همین گفتم که خانه نبرین دیگه نبرین خانه. خب 3 تا قطعه از این قطعه بود. از این قطعه که برای خودش برای چی هست؟ تایمر. و این قطعه را در بین پلاستیک اومد انداختیم جدا بود و بلکه اینا افرادی هستند که از کشور ما و شما از مردم ما سوء استفاده کرده و فریب داده. از جمله فریب با ما فریبکاری کرده و ما که بایک که باز کردن که از داخل بایک تعداد وسایل و تجهیزات ریموت کنترل و وسایل تجهیزات بسیار قوی که ما قبل آموزش از یارم یک وقتی در تهران در مشهد ما در سپاه محمد اونجا چیز میکنیم اینا رو آورده بودن که وسایل چی دست آموزش داده بودن. از جمله این وسایل از جا که در اونجا آموزش دادن در جنگ‌های عراق هم پیرن از این استفاده میکنن. این یک تایمر الکترونیکی بسیار حساسی است که مادر
تماما دستگاه‌های زیاد گفته میشه و این میتونه همزمان 10 تا 20 تا بم در هر جایی برش تایم بده و اساس جور کنه، مثلا 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت عیارش بکنه، همزمان 10 تا بم در 10 قسمت شاری میتونه که تا برش تایم بده 2 ساعت بعد 1 ساعت بعد انتشار بکنه. یک این در بین زیاد دیدیم و یه همون تایمری که برش تایم میده که داخل از یک برنامه‌ریزی شده که در کارخانه‌های سپاه جور میشه، کارخانه‌های سپاه پاسداران ایران از این افراد عادی نمیتونن بکنن، این کسایی که بسیار در رشته زیررسانه باشه اونا جور میتونن. اینه در داخل از دیدیم و این هم دیدیم که از آن تعداد بود، تعداد 10 تا ازی بود و تعداد 6 تا از ریموت کنترل‌ها، یک ریموت کنترل با 6 تا جفت خود و این ریموت کنترل از حدود 5 کیلومتر راه میزنه، 5 کیلومتر راه را میتونه که انفجار بده و در ضمن اینکه 5 کیلومتر راه را انفجار بده یک چشم الکترونیک هم دارن که وقتی که موتورهای دیجیمر دارن ریموت کنترل را خانسا می‌زده و مجردی که مثلا جیمرها میره این شروع میکنه از چشم دی استفاده میکنه که چشم داغ میکنه و چشم قطارهای نظامی رو میزنه مربوط به زدن نیروهای نظامی و کار گرفته میشه و این هم همین حالتی که هست از این با یک شماره ای داره و یک شماره دیگه همی که شماره ای با هم چیز 6 تا جوره داره، هر کدام ریموت کنترل میتونه 6 تا بم بزنه، هم یک دوی میزنه بزنه هم جدا جدا به اون شکل از 2 کیلومتر تا 5 کیلومتر برد هسته که نارتن آنتن رو باید ببینه بزنه و یک هم در قطارهای نظامی و نیروهای خارجی بیشتر اینا چیزایی که استفاده میکنن از این تجهیزاتی که داخل ایران آوردن. ایران نمیخواهد که در افغانستان یک صلح و آرامش و یک کشور مقتدر در کنار سایر کشورهای جهان به نام افغانستان با وجود تحریک میکنن، فعلا جلب و جلبشان در تمام مقاطع ادامه دارن، با گروه ها بسیار به شدت کار میکنن، میخوان حزب اسلامی رو دوباره بازسازی بکنن و نیرو جذب کرده رایسن. همچنان طالبا را داری آموزش میکنن در قسمت‌های از اطراف مشهد که نامشان قبلا هم گرفته بودن. در ضمن از اون نیروهای طالبا، حزب اسلامی و غیر نیروها را که در اینجا نیروهای خارجی دیگه هم بود که در مثل نیروهای عراقی بود، نیروهای مربوط به فلسطین بود، نیروهای مربوط به کشور لبنان بودن که در اینجا در تهران آموزش بودن. آموزشگاهایشان دقیقاً کل آموزشگاه‌های دیگه در داخل تهران ما دیدیم که هر وقت ضرورت باشه هم میتونیم از این فیلم بگیریم، هم میتونیم یکی دو نفر کارمند تحت نیروهای آموزشی بفرستیم تا دقیقاً از اینا مستندسازی بکنن و بیشتر شناسایی بکنن تمام مراکزی که در داخل در تهران در قسمت ورانی آموزش میدادن، در کرج آموزش میدادن و در قسمت شریف آباد بود یک قسمت که در اونجا آموزش میدادن. در هنگام آموزش نیروها را آینک‌های دودی را چشمشان میدادن که این نیروها او قسمت‌های راه بلد نشون. همچنان در مشهد در قسمت شاندیز آموزش میدادن و در قسمت سطح کاردی آموزش میدادن و همچنان در قسمت تربت جام هم یک پادگان داشتن آموزشی که پیران هم فعال هستند. در اونجا در زایدان هم در قسمت خاش هم یک پادگان دارن که نیروهای در اینجا آموزش دادن بسیار به شکل مرموزانه تحت عنوان تاجر و اینا کار میکنن. و در اینجا که میگه بنام مؤسسات بازسازی و مؤسسات خیریه و مؤسسات کمیته امداد امام خمینی و که برای یک مسجد بسیار بزرگ ساختن، در سر مسجد نوشته کردن که مسجد الزهرا. ظاهرا این مسجد در باطن اصلا جای جلسه و جای جلب و جذب و جای باز مسائل کارهای سیاسی و فرهنگیش هم در اینجا هستن. خود یادنی حاج محسن و آقای حسینی که در اینجا رفت آمد داشتن با چیزات در این مجتمعی که روبروی رئیسی حبیبیه که از خاتم الانبیا اینجا هم رفت آمد اینا داشتن. در ضمن با تلویزیون ها رفت آمد داشتن با تلویزیون و جلب و جذب به شدت ادامه دارن. در ضمن از اینکه کاروان‌های مواد تدارکاتی از جا میرسن از راه زمینی در هرات مقدار مردم ها را جذب کردن که تمام تدارکات نظامی و اینا تحت پوشش تجاری داخل افغانستان میشن. تشکر میکنم احمد جان. بیننده های عزیز، البته کلیپ را شنیدید، صحبت های این آقا را هم شنیدید که چطور رژیم آخوندی ایران از راه های متعدد برای نشر
ترور و وحشت استفاده میکنه. از مسجدها گفت که مسجدهایی که میسازه از این مسجدها به خاطر اهداف شوم خود استفاده میکنه، از حسینیه ها، از کمیته های فرهنگی، از کمیته های اجتماعی و حتی از این مؤسسه امداد خمینی که در ظاهر فکر میکنی به فقرا و مساکین دارن کمک مواد غذایی میکنن، کمک میکنن، اما در باطن تمامی این پروژه ها به خاطر نشر وحشت و دهشت و جنگ و ترور و این چیزها در منطقه، در کشورهای منطقه به خصوص در افغانستان از اینها استفاده می شود. و مهمان دیگه ما را صحبتشان شنیدیم که وقتی گفتم چرا تعداد زیادی از علما، از سیاستمدارا، از تحلیلگرای افغان در قبال ایران وقتی که میآیند واضح حرف نمیزنن، واضح صحبت نمیکنن، موقفی که در مقابل پاکستان میگیرن چرا در مقابل ایران عین همون موقف را نمیگیرن، در حالی که این هر دو کشور در جنگ افغانستان سهم هستند. ایشان با صراحت گفتن که از ترس ترور. ما دیدیم که روزهای گذشته مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل فقط یک بار یا دو بار در رسانه ها علیه ایران صحبت کرد، حرف زد، از ایجاد لشکر فاطمیون در افغانستان انتقاد کرد. روزی بعد دیدیم که پیش روی خانه‌اش به طور بسیار مرموزانه و ناجوانمردانه ترور شد و کشته شد. این دلالت بر این میکند که خیلی ها از ترس جان نمیآیند این حقایق را به مردم افغانستان بیان بکنند و بگویند که خطر ایران کمتر از خطر افغانستان نیست. ایران در افغانستان اهداف بسیار شوم و خطرناکی را دارد، همان گونه که ما دیدیم کشورهای عراق و سوریه و یمن را به خاک و خون کشید. این رژیم پلید و خونخوار میخواهد که در افغانستان نیز عین همان هدف را دنبال بکند و همان تجربه را در افغانستان نیز انجام بدهد. البته دقایق پایانی برنامه است. بیننده های عزیزی که از طریق شبکه های اجتماعی بخصوص خلال صفحات فیسبوک دارن برنامه را دنبال میکنن، از ایشان تشکر میکنم و خواهش میکنم که لطف نموده برنامه را تا حد توان در گروه ها اشتراک گذاری کنند تا به تعداد زیادی از ملت افغانستان برسد، بیدار شوند، آگاه شوند. وظیفه ما بیداری و آگاهی دهی بر ملت شریف افغانستان است. به امید روزی که ملت ما، مردم ما بیدار شوند و آگاه شوند و به خاطر منافع ایران، به خاطر اهداف شوم پاکستان خود را قربان نکنند، کشور خود را از بین نبرند، مردم خود را نکشند، قتل و خونریزی را به خاطر منافع آخوندهای تهران و قم و به خاطر منافع جنرالان اسلام آباد این جنایات را انجام ندهند، متوقف شوند از این کارشان، به فکر ملت خود باشند، به فکر کشور خود باشند. این ملت از 40 سال دارد در خاک و خون افتیده است. بیشتر از این ملت چی میخواهید که به خاطر منافع ایران و پاکستان این ملت بیچاره و ستم دیده را همه روزه دارید هدف قرار میدهید؟ با امید بیداری مردم افغانستان تشکر میکنم از مهمانان عزیزمان که در برنامه اشتراک کردند. مولوی محمد منیر وزیری استاد دانشگاه و همچنان برادر محمد محمدی. با تشکر ویژه دارم از همکاران عزیزم احمد جان و فرج جان. تشکر از تک تک شما عزیزان بیننده که تا این لحظات با ما بودید. همه شما خوبان را تا برنامه آینده به الله یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.